تماشاگران و میهمانان محترم، همینک به احترام سرود ملی کشور ایتالیا از جای برمیخیزیم. Now the national anthem of Islamic Republic of Iran. و حالا سرود ملی جمهوری اسلامی ایران. تو به مارینایی میرسه. یک ضربه و توی دروازه گل پذیرفته است از سوی آقای شریفات. ضربه زیبایی رو به توپ زدن که گل زیبا رو به همراه داشت. ایران 1 ایتالیا 0. محمد احمدزاده تک به تک با دروازه‌بان. آفرین به پیمان حسینی و توپ برگشتی رو به راحتی وارد دروازه میکنه یار شماره 7. این پرتاب بلنده با دست. بازی در 3 وقت 12 دقیقه‌ای در فوتبال ساحلی انجام میگیره. اگر بازی به تساوی کشیده بشه یک ضربه و توی دروازه احمدزاده هر لحظه بوی گل میده. این شماره 11
تا پرتاب رو انجام بده برای پیمان حسینی. پرتاب بلند حسینی، یک ضربه از راه دور و توی دروازه. چه گل زیبایی رو میزنه دیتولینو. اسپادا، ضربه اسپادا بی هدف است، او به بیرون میره. پیمان حسینی پرتاب بلند دقیق میفرسته براش، حالا ضربه باید زده بشه، یک مقدار دیر رسید اما ضربهش جانانه به توپ زد از زاویه بسته. احمدزاده پشت توپ قرار گرفته. دیروز بچه‌ها یک ضربه پنالتی رو از دست دادن، امروز ببینیم احمدزاده آقای گل لیگ این ضربه رو به چه صورت خواهد زد. میزنه و توی دروازه. گل زیبای احمدزاده، بازیکنی که در تصویر ملاحظه میکنید تماشاگران رو به وجد میاره و تابلویی که باید 5-1. پیمان حسینی، یک ضربه اونجا غافلگیر میشه دروازه‌بان ایتالیا. چه توپی رو گل کرد پیمان حسینی از اون فاصله. تماشاگر مشتاق رو ملاحظه می‌فرمایید که چگونه تیم ایران رو تشویق میکنن. ضربه‌ای که باید زده بشه و دروازه ایران باز میشه اینجا توسط و بازی تدارکاتی فوتبال ساحلی برای هرچه بهتر آماده شدن دو تیم برای مسابقات ساحلی هایتی که کمتر از یک ماه دیگه برگزار خواهد شد. ضربه‌ای که توی دروازه قرار میگیره و نتیجه پرتاب به سود ایران. یک ضربه قیچی برگردون زیبا و یک گل استثنایی از بازیکن شماره 2 ایران اکبری. فوق‌العاده زد ضربه‌ش این بازیکن جوان و خوش اندام. خب قراره هرچند یاد بودیم به اعضای تیم ایتالیا اهدا بشه. آقای اکتاویو که خوشحال است تیمش روز به روز داره بهتر میشه. بله یادبودهایی رو به رسم همیشگی ورزش هدایا داده بشه. آقای حسینی مدیر روابط عمومی و همچنین سرکار خانم شهریاری. بله پیمان عضوها علی نادری کاپی رو به رسم یاد بود میده به کاپیتان تیم ایتالیا. جای تقدیر و تشکر داره از مسئولین فدراسیون فوتبال که بر صورت مهمان نوازی رو بسیار خوب انجام میدن. در ذهن میهمانان عزیز خواهد ماند همچنین اکتاویو که به رسم یاد بود هدایایی رو به سرپرست و سرمربی تیم فوتبال ساحلی ایتالیا میدن و عکسی هم به یادگار
میگیرن